به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و عرض وقت بخیر. در خدمت شما هستم با تدریس صفحات 22 و 23 زبان انگلیسی پایه دهم، قسمت ریدینگ و تمرینات مربوطه. متن ریدینگ درباره endangered animals هست. عنوان این متن endangered animals که ما کلمه endangered رو خوندیم به معنی در معرض خطر انقراض. Endangered animals، حیوانات در معرض خطر انقراض. Today there are some endangered animals on earth. امروزه تعدادی حیوان در معرض خطر انقراض بر روی زمین وجود دارند. It means that we can find only a few of them around us. این بدان معناست که ما تنها میتوانیم تعداد اندکی از آنها را اطرافمان بیابیم. Some examples are whales, pandas, tigers and Asian elephants. برخی از نمونه‌ها عبارتند از والها، پانداها، ببرها و فیل‌های آسیایی. Humans destroy the natural homes of the animals in the forests, lakes and plains. انسان‌ها تخریب می‌کنند زیستگاه‌های طبیعی این حیوانات را در جنگل‌ها، دریاچه‌ها و جلگه‌ها. When the number of people on earth increases, they need more places for living. وقتی که تعداد انسان‌ها بر روی زمین افزایش پیدا می‌کند، آنها به مکان‌های بیشتری برای زندگی نیاز دارند. They cut down trees and destroy lakes. آنها درختان را قطع می‌کنند و دریاچه‌ها را نابود می‌کنند. They make homes and roads instead. آنها به جای آنها خانه‌ها و جاده‌ها را می‌سازند. Then the animals won't have a place to live. سپس حیوانات جایی برای زندگی نخواهند داشت. They will die out. آنها منقرض خواهند شد. The Iranian cheetah is among these animals. چیتای ایرانی از جمله این حیوانات است. This wild animal lives only in the plains of Iran. این حیوان وحشی فقط در جلگه‌های ایران زندگی می‌کند. Now there are only a few Iranian cheetahs alive. اکنون فقط تعداد اندکی از چیتاهای ایرانی زنده هستند. If people take care of them, there is hope for this beautiful animal to live. اگر انسان‌ها از آنها مراقبت کنند، امیدی برای زنده ماندن این حیوان زیبا وجود دارد. Recently, families pay more attention to nature. Students learn about saving wildlife, and some hunters don't go hunting anymore. اخیراً خانواده‌ها توجه بیشتری به طبیعت می‌کنند. دانش آموزان درباره نجات حیات وحش یاد می‌گیرند و برخی از شکارچیان دیگر به شکار نمی‌روند. In this way, the number of cheetahs is going to increase in the future. بدین صورت تعداد چیتاها در آینده افزایش خواهد یافت. خب این متن رو با هم خوندیم. میریم سراغ تمریناتی که به ما داده شده. reading comprehension یعنی درک مطلب، سوالات درک مطلب. Part A, choose the best answer. بهترین جواب رو انتخاب کنید. Number 1, which of the followings is not an endangered animals? میگه کدام یک از این حیوانات یک حیوان در معرض خطر نیست. به واژه not در این سوال دقت کنید. حیوانی رو باید انتخاب کنید که در معرض خطر نیست بر اساس متنی که به ما داده شده. خب گزینه اول پاندا که در پاراگراف اول خط آخر به ما گفته که پاندا نمونه ای از حیوانات در معرض خطر هست. گزینه دوم چیتا که در پاراگراف سوم آورده که The Iranian cheetah is among these animals. چیتاهای ایرانی هم از جمله این حیوانات یعنی حیوانات در معرض خطر هستند. و گزینه سی horse یعنی اسب که چیزی در این متن درباره اسب ها به ما گفته نشده. پس جواب ما اینجا گزینه سی horse هست. Number 2,
Where is the natural home of the Iranian cheetah? زیستگاه طبیعی چیتای ایرانی کجاست؟ where یعنی کجاست، یک جایی رو سوال میکنه واژه where. خب به ما گفته که در پاراگراف سوم This wild animal lives only in the plains of Iran. This wild animal داره اشاره میکنه به چیتا. Lives only in the plains of Iran. فقط در جلگه های ایران زندگی میکنه. پس گزینه درست ما plain به معنی جلگه هست. گزینه A به معنی forest به جنگل هست که جواب درست نیست و گزینه C هم که به معنی کوه هست نمیتونه جواب درست ما باشه. سوال سوم Which place is not a natural home of wild animals. دوباره در این سوال واژه not رو داریم، یعنی اون گزینه ای رو باید انتخاب کنیم که جواب درست نیست. Which place is not a natural home of wild animal، یعنی گزینه ای رو باید انتخاب کنیم که زیستگاه طبیعی حیوانات وحشی نیست. خب در متن ما داشتیم که حیوانات وحشی در forests, lakes and plains زندگی میکنند. اینجا lakes رو داریم، جانگل هم مترادف فارست هست، فقط واژه پارک در رایتینگ به عنوان زیستگاه طبیعی آورده نشده. پس جواب درست ما اینجا واژه پارک هست. در تمرین B true false، true به معنی درست، false به معنی غلط هست. یعنی باید بگیم که بر اساس متنی که خوندیم کدام یک از جملاتی که به ما داده true یعنی درست و کدام یک false یعنی غلط هست. جمله اول In the past many hunters paid attention to wildlife. خب این جمله در مورد hunters در ریدینگ گفته نشده، فقط گفته شده که برخی از شکارچیان دیگه به شکار نمیرن. اینکه آیا در گذشته شکارچیان به حیات وحش توجه میکردند یا نه چیزی گفته نشده. پس این جمله false هست. Number 2 Families are interested in protecting nature. خانواده ها علاقمند هستند به حفاظت از طبیعت. در پاراگراف اول به ما گفته Families pay more attention to nature. خب وقتی pay more attention میکنند یعنی توجه بیشتر میکنند، این واژه مترادف است با are interested in protecting، یعنی علاقمند هستند به حفاظت از. پس این جمله که میگه families are interested in protecting nature، خانواده ها علاقمند هستند به حفاظت از طبیعت، درست یا true هست. Number 3 When people take care of cheetahs the number of these animals will increase. خب این جمله هم با توجه به اطلاعات متن درسته. میگه وقتی مردم take care of cheetahs یعنی مراقبت میکنن از چیتاها the number of these animals تعداد این حیوانات افزایش خواهد یافت، که کاملا بر اساس جملات متن و به ویژه جمله آخر این جمله درست است. و تمرین C قسمت reading comprehension match two halves. halves جمع half به معنی نیمه هست. میگه دو نیمه این جملات رو با هم مطابقت بدید. کدام نیمه ادامه کدام نیمه دیگر است. از شماره 1 تا 3 رو با حروف A تا D باید مطابقت بدیم. یک جمله در پایین اضافه است، یعنی ما 3 تا جمله بالا داریم، 4 تا جمله پایین. خب جمله اول When only a few numbers of an animal live on earth، وقتی فقط تعداد کمی از یک حیوان بر روی زمین زندگی می کند، ما میگیم که اون حیوان در معرض خطر انقراض است. کدوم جمله میگه این مفهوم رو میگه؟ جمله B که میگه It means that it is an endangered animal. این بدان معناست که این حیوان یک حیوان در معرض خطر هست. جمله دوم If we take care of Iranian cheetahs، اگر ما از چیتاهای ایرانی مراقبت کنیم چه اتفاقی میفته؟ گزینه D
they will live in the future. آنها در آینده زندگی خواهند کرد، زنده خواهند ماند. تمرین سوم people need more places for living. انسان‌ها جاهای بیشتری برای زندگی می‌خواهند. چه اتفاقی بیفته انسان‌ها جای بیشتری برای زندگی می‌خواهند. در متن خوندیم که وقتی تعداد انسان‌ها زیاد بشه جای بیشتری برای زندگی نیاز دارند. پس جمله A یا گزینه A داره میگه when their number increases و گزینه C اینجا گزینه اضافه هست. خب دوستان در اینجا درس امروز ما به پایان میرسه. در اسلاید های بعدی قسمت گرامر رو با هم خواهیم داشت.